بازیکن اول اریک هالند 22 ساله با ارزش تقریبی 262 میلیون دلار گرانترین فوتبالیست جهان در سال 2023 شناخته می شود. او در تابستان سال گذشته از تیم دورتموند با مبلغ 60 میلیون یورو به منچستر سیتی پیوست. قرارداد او تا سال 2027 ادامه خواهد داشت. بازیکن بعدی وینیسیوس جونیور، دومین نفری که گرانترین فوتبالیست جهان در سال 2023 میتوان وینیسیوس جونیور را با ارزش تقریبی 210 میلیون دلار قرار داد. این بازیکن 22 ساله برزیلی تا سال 2024 در خدمت تیم لالیگا اسپانیا است و بعد از اونم خدا میداند که در چه تیمی میخواد بره. بازیکن سوم بویکو ساکا. بویکو تنها 21 سال سن دارد اما توانسته است با ارزش تقریبی 209 میلیون دلار جایگاه سوم گرانترین بازیکن 2023 را از آن خود کند. درست مثل جونیور قرارداد او تا سال 2024 به سر خواهد داشت. بازیکن بعدی جود بلینگام، از دیگر گرانترین قیمت ترین فوتبالیست‌های دنیا. می توانیم به جود بلینگام 20 ساله در حال حاضر باشگاه رئال مادرید پا به تو است. او با ارزش تقریبی 203 میلیون دلار جایگاه چهارم گرانترین بازیکن جهان در فهرست ما از آن خود کرده است. پیشبینی‌های دنیای فوتبال هاکی از آن هستند که او در فصل بعدی هم همکاری خود را با رئال مادرید ادامه خواهد داد.